بلوچی یکی از زبانهای باستانی که از شاخه خانواده زبانهای هندو اروپایی به حساب میاد. به گفته گایگر، بلوچی برای مطالعه تاریخ ایرانی ها از اهمیت ویژه‌ای نسبت به بقیه زبانها برخورداره. اما چرا؟ در واقع میشه گفت که چون اعتقاد بر اینه که برخلاف سایر زبانهای ایرانی امروزی، زبان بلوچی ارتباط مستقیم تری با زبانهای ایرانی باستان داره. زبان بلوچی به واسطه سخنورانی که به این زبان صحبت میکنن و همچنین موقعیت جغرافیاییش بیشتر از بقیه زبانها دست نخورده باقی مونده. زبان بلوچی در حال حاضر در پاکستان، ایران، افغانستان، هند، کشورهای عربی خلیج فارس، ترکمنستان، شرق آفریقا و برخی از کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد و نروژ صحبت میشه. هدف این ویدیو هم رفع سوء تفاهم نویسندگانیه که زبان بلوچی رو گویشی از زبان فارسی امروزی میدونن، در حالی که زبان بلوچی دارای سابقه طولانی تریه و امروزه محققان نظر دیگه‌ای دارن. جوزف بین می‌نویسه که زبان بلوچی متعلق به گروه شرقی زبان‌های ایرانی مانند پهلوی اشکانی و اشکانیه. اما خب از این جور نقل قول‌ها تا دلتون بخواد میتونیم مثال بزنیم و براتون اینجا بیاریم که هر کدوم یه چیز گفتن و یه نظری داشتن. نهایتاً میشه اینطور گفت که جد زبان بلوچی نه اشکانی بوده، نه پارسی میانه، پهلوی ساسانی یا حتی اوستا، بلکه زبانی گم شده تر و قدیمی تره. چرا که بلوچی با اکثر زبانهای باستانی که گفتیم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره، اما تفاوت‌های اون باعث میشن که ما نتونیم بلوچی رو خاصتاً از یک زبان مشتق بدونیم. اما باز هم جالبه بدونید که بلوچی تنها زبان در منطقه ایرانه که آواهای قدیمی ایرانی خودش رو حفظ کرده و همین موضوع باعث میشه که ما نگاه ویژه‌ای در این زمینه بهش داشته باشیم. بلوچ‌ها هم با توجه به این که تلفیقی از نژادهای مختلف دراویدی، نژاد مادها، پارتها و سایر گروه‌های نژادی هستن که پیشتر بهش پرداختیم، زبانشون تلفیقی از زبانهای این گروه‌ها بوده و خب تغییراتی هم در طول زمان داشته. اما بیس زبان بلوچی زبان اوستایی بوده که توسط مادها به این منطقه آورده شده. حرف زدن بس بریم یه بررسی داشته باشیم از شباهت‌های بلوچی و زبان‌های باستانی ایران. اول از همه میریم سراغ دستور زبان. باید بگیم که ضمایر ملکی در پارسی باستان و بلوچی امروز به مانند هم استفاده میشن. یعنی مطابق اون چه که در تصویر مشاهده میکنید، اول شخص مفرد در فارسی جدید امروز من هستش، اما در زبان بلوچی و پارسی باستان میگفتن می، و همچنین دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد. علاوه بر ضمایر ملکی در پارسی باستان کلماتی مثل که در آخر کلمه نشان دهنده جنس بودن. برای مثال اون چه که ما الان تحت عنوان بانو داریم، در بلوچی و پارسی باستان بهش میگن بانوک، یعنی این که آخرش داخل فارسی امروز حذف شده، چیزی که هنوز هم در زبان بلوچی میشه پیداش کرد. همچنین اگه بخوایم معیارهای آوایی و واژگان رو بررسی بکنیم، در یادگارهای مکتوب زبان پارسی نظیر اوستا و کتیبه ها واژه‌هایی که جزء زبانهای مرده باستانی به حساب میان موجود هستند که امروزه بقایای اونها رو ما میتونیم در زبان بلوچی به صورت زنده پیدا کنیم. نمونه منفرد این واژه‌ها رو میشه خیلی جاها پیدا کرد و تعدادشون اصلاً کم نیست. اما مقصود ما واژه‌های منفرد نیست، بیشتر نحوه تولید واژه‌ها و نظام کلی واژه‌های باستانیه که با نظام آوایی و تولیدی واژه‌های زبان بلوچی امروز یکی هستش. برای مثال در پارسی نو ما کلمه سوزن رو داریم، در صورتی که زبان پهلوی باستان و بلوچی سوچن بوده، یعنی ز رو با چه عوض می‌کردن. نمونه این مثال در کلمات امروزی خیلی میشه پیدا کرد که کلماتی که ز دارن اما در گذشته با حرف چه تلفظ می شدن، یا کلمه مرد در پارسی نو امروزی که در زبانهای پهلوی و بلوچی باستان مرد بوده، یعنی د رو هم ت تلفظ میکردن، مثل باد
که وات بوده در زبان پهلوی و گوات در بلوچی امروزی، یا حرف گ در آخر کلمات که در زبانهای پهلوی و باستانی حضور داشته، اما امروزه در پارسی نو ما این حرف گ آخر کلمات رو دیگه نداریم. مثلا کلمه آهو رو داریم که در گذشته آهوک بوده. اما خب در این قسمت به ذکر همین چند نمونه اکتفا میکنیم، چون هدف ما آشنایی مختصر با این موضوعه و اثبات این موضوع قبلا توسط محققان و زبانشناسان انجام شده و چنانچه شما علاقه بیشتری دارید میتونید که خودتون در این زمینه سرچ هایی رو داشته باشید. پس اون چه که ما در این ویدیو نهایتاً بهش میرسیم اینه که شباهت زبان بلوچی با سایر زبانهای ایرانی، زبان بلوچی با زبان فارسی و سایر زبانهای دیگه بسیار زیاده. بیشترین شباهت اون هم با زبان کردی عنوان شده که این شباهت ها به قدری زیاده که به احتمال زیاد این زبانها ریشه یکسان دارن. اما خب در طول گذر زمان به واسطه این که این زبان‌ها هر کدوم در یک منطقه جغرافیایی بودن و دیگه ارتباطشون با هم دیگه کم بوده، تغییر کردن و کار به جای رسیده که دیگه زبان‌هایی که از یک ریشه بودن توسط گویشورانشون تا حد خیلی زیادی درک نمیشن. زبان‌های مانند زبان‌های مادی، پارسی باستان، اشکانی، سانسکریت، اوستایی که در دوره‌های مختلف تاریخ زبان ادیان و مقامات دربار پادشاهان محسوب می‌شدند، با گذشت زمان که پادشاهی‌ها فرو می‌پاشیدند، زبان‌های مذکور هم به طور همزمان شروع به افول می‌کردند. با توجه به این که فارسی جدید هم شکل قدیم خودش رو از دست داده و همونطور که قبلا اشاره کردیم زبان عربی پس از تسخیر ایران تأثیر شدیدی بر زبان فارسی گذاشته، که البته قطعاً بلوچی هم کمی صداهای خودش رو از دست داده و از دور و بر مثلا از زبانهای هندی هم یه سری چیزهایی رو پذیرفته، اما باز هم زبان بلوچی تنها زبانیه که بیشتر از همه شکل اصلی خودش و آواهای باستانیش رو حفظ کرده. حالا ما اینجا میتونیم دلایل زیادی بیاریم، به هر حال تلاش محققان و افراد زیاد در این زمینه که سعی کردن این زبان رو حفظ کنن، تلاش سخنوران این زبان، موقعیت جغرافیایی منطقه گویشوران این زبان و غیره و غیره، که حالا ما اینجا دنبال دلیل نیستیم، میخوایم نتیجه رو اعلام کنیم. پس اگه کسی بخواد پیشینه تاریخی زبانهای ایرانی باستان رو مطالعه کنه، میشه گفت تا حد زیادی مطالعه و تسلط به زبان بلوچی میتونه بهش کمک کنه. برخی از نویسندگان مغرض بریتانیایی در عصر استعمار بریتانیا بلوچی رو اشتباهاً به عنوان گویش زبان فارسی تعبیر میکردن، اما خب پژوهشگران و زبانشناسان مدرن به این نتیجه رسیدن که فارسی جدید ساختارهای آوایی و صرفی اصیل خودش رو از دست داده و در واقع نمیشه گفت که حالا این زبانهایی که فعلا ما در ایران داریم هر کدوم در مجموعه گیرنده زبان دیگه هستن، بلکه همه اینها مشتق شده از یک زبان باستانی دیگه به شمار میان. و اون چه که زبان بلوچی رو متمایز میکنه اینه که ساختارهای آوایی و صرفی اصیل خودش رو هنوز از دست نداده و به نسبت زیادی با زبانهای باستانی شباهت داره. ببین دوستان، ما اصلا اینجا قصد نداریم این که زبان بلوچی همون زبان باستانیه و هیچ تغییری نکرده، چون هر کس این حرف رو بزنه داره به خودش توهین میکنه و به شعور مخاطبش، چرا که چند هزار سال گذشته و خب زبان زنده قطعا تغییر میکنه. ما اگه 50 سال پیش خودمون رو نگاه بکنیم میبینیم که همه زبانها، زبان کردی، زبان بلوچی، زبان فارسی، نسبت به 50 سال پیش خیلی تغییرات داشتن. خیلی از کلمات به زبانهاشون وارد شده، خیلی ها حذف شده، خیلی ها رو ما دیگه نمیبینیم داخل جملات روزمره‌مون استفاده بشن. نظر اکثر زبانشناسان هم همینه که به هر حال زبان بلوچی با توجه به دلایل مختلفی که حالا شاید ما بعضی از اونها رو مثال زدیم، شاید بعضیاشو اصلا نمیدونیم، نهایتاً زبانی شناخته میشه که کمتر از سایر زبان‌های ایرانی دچار تغییرات شده. منتظر